آرش من دیشب تو اتاق تو چی دیدم؟ دهنبند و شلاق. یونس اون مال منه. شبا خلوپوف میکنم اگه دهنم نبردن شلاقم نزنن خوابم نمیگیره. وای آرش این کیه عکس پروفایلش سگه انقدرم قربون صدقه تو داره میره؟ یونس این دختره کی بود بچه ها دیروز تو رو باهاش دیده بودن؟ یونس اون دوست دختر من بود. ستایی برات برنامه‌ریزی کرده بودیم برای تولد تو قربونش بشه. آرش عکس این بچه چیه تو اتاق تو؟ بابا یشمن میبره سینما. بچه داری؟ یونس این بچه منه به همه میگه بابا. نگاه بچه دومم تو شکممه داره لقب میزد. نگاه دیدی؟ همه اون بهونایی که آوردی قبول. اون لباس زیر زنونه تو اتاق تو چیکار میکرد؟ یونس آرش بهت نگفته بود من لباس زنونه میپوشم شبا؟ قربونش بشم.